فیلم بالیوودی تهران صدای ایرانی‌ها رو درآورده. سینمای هند فیلمی داده بیرون با عنوان تهران که ایرانی‌ها رو کلاً پشم حساب میکنه. البته ایرانی‌ها هم ناراحت نشدن و گفتن انقدر مزخرف بود توهین هم حساب نمیشه. جالبه بدونین اصلاً این فیلم تو ایران هم ضبط نشده و تهش تونستن چند تا پلاک مثلا ایرانی بزنن به ماشینایی که ما تو ایران نداریم و تو لندن فیلم برداری کنن. لایک و سابسکرایب رو بزن تا خلاصه فیلمو بگم. این فیلم درباره مأمور هندی به اسم راجیو کومار با بازی جان ابراهامه که بعد از کشته شدن یه دختر بیگناه توی یه انفجار اون وارد پرونده پیچیده میشه که ردش به تهران میرسه. راجیو با مأمورای اطلاعاتی هند و اسرائیل همکاری میکنه اما خیلی زود میفهمه وسط یه بازی بزرگ سیاسی افتاده، جایی که ایران، اسرائیل و حتی کشور خودش هر کدوم دنبال منافع خودشونن. تو تهران با شبکه‌های مخفی، جاسوسا و خیانت‌های پیاپی روبرو میشه و مجبور میشه برای زنده موندن بجنگه. فیلم ایران رو مرکز خطر نشون میده و قهرمان داستان رو یه مأمور هندی معرفی میکنه که میخواد جلوی این بحران رو بگیره اما نمیدونه قراره به گا بره.